شوکر صابروف رئیس سابق شهر پنجکند و وکیل سابق پارلمان تاجیکستان با جرم قلابی به 8 سال زندان و پسرش امید صابروف به 8.5 سال زندان محکوم شدند. در چارچوب این پرونده مسعود خلیفایف وزیر سابق ساختمان تاجیکستان و برادر شهردار سابق دوشنبه مقصود اکراموف نیز محکوم شدند، ولی اداره پایگاه خبری بامداد هنوز چه جزای گرفتن خلیفایف را معین کرده نتوانسته است. دادگاه آنها را در قلابی به مبلغ بزرگ عیبدار دانسته است، ولی آنهایی که شوکر صابرو و مسعود خلیفایف را میشناسند میگویند که آنها گرفتار تهمت شدند. شوکر صابرو و فرزندانش امید و دلیر صابروف ها در اول سال 2023 از طرف کارمندان ریاست مبارزه با جنایت‌های متشکلانه یا اوباپ دستگیر شده بودند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان 2 فوریه سال 2023 در نشر نوبتی برنامه تلویزیونی اخبار وزارت کارهای داخلی از بازداشت گروه متشکل جنایتی عبارت از یک اعضای خانواده خبر داد که به گفته مقامات در فریب یک صاحبکار خانه‌ساز به مبلغ بیش از $2 میلیون عیبدار می شوند. سرور این خانواده صابروف شوکرجان جباروویچ که حالا 68 سال دارد، در سالهای 90 وکیل پارلمان تاجیکستان از پنجکند و هم چندین سال رئیس شهر پنجکند بود. خود دستگیر شدگان و یا نزدیکان و ادوکاتشان برای شرح قضیه دسترس نیستند، ولی وزارت کارهای داخلی اون وقت ادعا کرده بود که شوکروف صابر و فرزندانش امید و دلیر صابروف ها به آن عیبدار می شوند که از صاحبکار اعظم صابروف برای ساختمان یک بنای بلند آشیانه در پایتخت بیش از $2 میلیون گرفتند. شهردار دوشنبه به اعظم صابروف برای ساختن مرکز کارگزاری یا مرکز تجارتی اجازه ساختمان داده بوده است، ولی امید صابروف به طلبات شهرداری موافق نبودن بنای ساخته شده آن را قبول نمی کند و طلب می کند که بیش از $2 میلیون پول به حساب شرکت امید صابروف گذرانده شده را برگردانده دهد. امید صابروف با جانب دعواگر وارد بحث‌های دادگاه شده برای تامین پیروزی خود در دادگاه بارای ساختکاری منزل‌های ساخته شده را به نام خویش و تبارش حجت کرده است. وزارت کارهای داخلی میگوید بسیاری از آنهایی که منزل‌ها را به نامشان حجت گذاری کرده بودند حتی خبر نداشتند که به نام آنها در دوشنبه چنین منزل هست. امید صابروف در گزارش نشر شده اعتراف میکند که از بس که عظیم صابروف پولش را طلب داشت و او الکی این پولها را در ساختمان بنا صرف کرده امکان برگردانیدن بیش از $2 میلیون را نداشت، مجبور شد که دست به چنین ساختکاری بزند. در گذشته صابروف را همچنان به آن عیبدار کردند که 15 سال پیش از شعبه بانک حالا مفلس شده تاجیک صادرات بانک در پنجکند $150,000 قرض گرفته تا قرض این بانک را برنگردانیدند. ولی چندی از ساکنان پنجکند در زیر خبر بازداشت شوکر صابرو و فرزندانش از او حمایت کردند و نوشته بودند که سهم او در نجات ساکنان پنجکند از گرسنگی در سالهای جنگ شهروندی بزرگ بود. به نظر آنها خود این پرونده هم بیشتر به بحث تجارتی شباهت دارد تا به قلابی.